جمهوری اسلامی ایران را سقوط می‌دهیم، اما چند سال زمان نیاز دارد. این سخنان رئیس سابق استخبارات اسرائیل یا موساد است که به تازگی بیان کرده است. عباس عراقچی اما بر پایبندی کشورش به برجام تأکید می کند. این در حالی است که اسرائیل دستور حمله به غزه را داد و شمار زیادی از غیر نظامیان را کشت. ترامپ گفت هیچ چیز آتش بس غزه را به خطر نمی اندازد. در این میان پزشکیان میگوید آماده میانجیگری میان افغانستان و پاکستان است. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکومن هستم و این مهمه ها را به بحث میگیرم با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و همچنان آگاه روابط بین الملل. آقای مفید، خیلی ممنون که فرصت دادین بیاین از ایران آغاز بکنیم. آقای عراقچی به تازگی صحبت‌هایی کرده و گفته که از برجام هنوز چون چند مورد به نفع ایران هست خارج نمیشه و از طرف دیگه که رئیس سابق موساد تهدید کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کردن. اجازه بدین جناب شکومن صاحب، درودهای پرمهر خدا خدمت شما، خدمت جناب هاشمی صاحب، خدمت جناب همدرد صاحب و بینندگان گرانتان و همکاران عزیزتان از جرفای دل تقدیم کنم. ممنون. به اینکه دانه دانه مسئله را بررسی کنیم. اول آنچه را که آقای عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که ما از برجام خارج نشدیم واقعا درست است. توجه کنید قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد در مورد ایجاد یک کمیته نظارتی بر تخطی‌های ایران بود. بله. و همچنان یک توافقنامه دیگه داریم به نام توافقنامه برجام. دقیق. در توافقنامه برجام برای ایران اجازه داده که به اصطلاح غنیسازی اتمی را انجام بده ولی تا یک سایه محدود در چوکات نظارتی. درست. دوره‌ای که برای 2231 قطعنامه 2231 است، در قطعنامه 2231 مسئله از اینکه ایران کوچکترین تخطی کنه 5 کشور جمع یک یعنی آلمان جمع از او 5 کشور شورای امنیت ملل متحد جمع آلمان حق دارن که تغییرات بدون از اینکه از جانب از اونها مطرح شود تمدید کنند. اما دوران این قطعنامه تاریخ از او 18 اکتبر 18 ماه جاری که ما هستیم روز 29 میشه است با پایان رسید. برای بنا طرف ایران آقای عراقچی با داشتن واقعیت عینی که دوره تعزیراتی که واقعاش وضع شد و نظارت بود او پایان پذیرفته. درست. و مسئله از این که ایران در برجام شامل است و از برجام نبرآمده و در توافقنامه برجام ذکر شده که ایران غنیسازی حق داره ولی در یک سایه محدود ایران رو به رسمیت داره. میگه ما از برجام نبرآمدیم، تن ایالات متحده آمریکا برآمده. بنابراین 4 کشور جمع آلمان 5 کشور و ایران حق دارن که نظارت کنند. البته بله. از این طرف 2 کشور چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند نیز پشتیبانی کردن. یعنی مسئله حال حاضر تهدید شنیدیم از رئیس سابق موساد، حالا اگر که یک مقام به حال نیستند اما صحبت‌هایشان بیشک بی تاثیر نخواهد باشه، اینکه جمهوری اسلامی ایران را در پی فروپاشاندنش هستند و از بین بردنش. چقدر فکر میکنین محتمل هست با شرایط جاری، با اینکه ایران پس از جنگ 12 روزه موفق به در آمد، آیا سقوط جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده محتمل است؟ اول خدمت شما عرض کنم که آقای یوسی کوهن، بله، سابق رئیس موساد، در تلویزیون شبکه 12 اسرائیل چنین گفته که زمینه‌هایی را که ما باید استفاده می‌کردیم در مورد سقوط جمهوریت و به شمول سقوط خامنه‌ای فراهم شده بود ولی ما نتونستیم. ما باید زمینه‌ها رو بعداً فراهم بسازیم. درست. یعنی حکم قاطع نداده که این کار صورت بگیره. دقیق. این دیدگاه آقای یوسی کوهن است در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل. بله. اما این زمینه‌ها واقعا فراهم است. ما برای آقای یوسی کوهن جهان امروزی میگه که نه برادر، نه تنها که زمینه نیست، عملات اسرائیل موجب شد تا حاکمیت موجود ایران پایگاه مردمی پیدا کنه، مردم به او اتکا کنن و حاکمیت یک مقدار در بین جامعه گسترش پیدا کنه. درست. در حالی که تمام زمینه‌های قبل از تازیش اسرائیل مردم ایران واقعا یک مقدار بسته آمده رفتن، قیمتی، قحطی، نبود دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، تمام از اینا مردم بسته رسانده بود ولی همده اسرائیل مردم ایران متحد ساخت. درست. بسیار تشکر. آقای کوهن آنچه فرموده دیدگاه خودشان است، جد جنبه علمی و عملی نداره. بسیار ممنون. پس باورتان است که گویا این دیدگاه ها تأثیری بر سیاست گذاری ها نداره و تاثیرگذار همچنان به خاطر در میدان عمل نیست. به هر حالش بیاییم به بحث غزه که این روزها داغ است. آقای مفید و
به تازگی دستور حملات فوری از سوی بنیامین نتانیاهو داده شد، آنچه که بی ربط و بی رابطه با ایران البته که نیست. این که دونالد ترامپ هم به تازگی صحبتایی کرد و گفت که با وجود این که اسرائیلی ها شمار زیادی از فلسطینیان غیر نظامی را در غزه پس از آتش بس به شهادت رساندن، هنوز که هنوز است چیزی نمیتونه که آتش بس غزه را به خطر بیاندازه و به چالش مواجه بکنه. این گونه فکر میکنین آقای مفید؟ ببینیم بین که جریان غزه و مسائل اسرائیل و فلسطین یک بعد بسیار وسیع است که اگر ما جرا با گفتمان بگیریم وقت زیاد برنامه شماریم. فقط امروز اخبارش براتون میگم. بفرمایید. بر اساس نشرات که از جانب N24 آلمان و NDR نورت دویچه رانگفونگ یا نشرات رادیویی آلمان شمال آلمان ما شنیدم، درست. در روز ذکر شده بود که امروز متاسفانه به دستور آقای نتانیاهو نزدیک به 100 نفر که شامل 60% از اطفال کوچکتر از سن معیار قانونی 18 بودن و شهادت رسیدن. دقیق. اسرائیل نتانیاهو ادعا میکنه که با خواستم گروهی از رهبران حماس به اصطلاح بمباردمان کنم. بله. رادیوی فلسطین و به ویژه بخش ساعتنامه فلسطین که ملل متحد رهبری میکنه، اونها اظهار داشتن که هیچ رهبر در اینجا نبود و اینا فقط مردم عادی را کشتن. دقیق. تا اسرائیل تر دومیشی است که گویا ما جمله کسایی که جسدهای پیکرهای کشته شده ها را که در جریان گروگانا کشته شده او رو برای ما ندادن. بله. طرف فلسطین میگه که ما به چیزی که داشتیم داده میدیم. وقتی که ترکیه میخواست که از لحاظ دینا تثبیت کنه شما او رو اجازه ندادیم. فقط بعد چی که ما داشتیم اون رو بر ملل متحد داده میدیم و این در ما دیگر هم پیدا کنیم زمین گوش شده. تعداد از 1.5 سال پیش مرده، 1 سال پیش مرده. به عمل اسرائیل رو به بهانه گرفتن. مرده به دست اسرائیل هم نمیخوره، به دست فلسطین نمیخوره. ولی اسرائیل به خصوص رژیم نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیست که از جنگ دست بکشه. با وجود فشارهایی که جنوب ایالات متحده آمریکا آمد و باید جنگ توقف بکرد، متاسفانه اسرائیل یک جانبه است چهارمین تخطی بعد از نشست پیمان باعث شد که تمام گروگانا رها شدند. خب حال حاضر اون ادعای بزرگی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میکنه و گویا این که این حملات اسرائیل نمیتونه که آتش بس در غزه را به چالش بکشه، آیا واقعا این چنین هست؟ شهادت غیر نظامیان واقعا موردی هست که میشه بگوییم آتش بس نقض نشده؟ با وصف از که اسرائیل از خط زرد به عقب نشینی کرده، قطعاتش برآمده، ولی متاسفانه بمباردمان جریان داره. بله. دشواری بزرگی در برابر مردم فلسطین قرار داره. بمباردمان به جای طیارات F-35 اسرائیلی است که از جانب ایالات متحده آمریکا برای کمک شده. دقیق. حتی در نظریه یک خانم است که او خانم فرانسیسکا نام داره، فرانسیسکا البانا. بله. این مسئول بخش حقوق بشر ملل متحد است و نماینده ملل متحد در امور غزه است. این آدم در گزارش 840 صفحه‌ای خود به صراحت نه تنها نتانیاهو را گناهکار کشیده که ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و آلمان هم باعث مجرمان جنگی در این گزارش خود بازتاب شدند. متاسفانه ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ این آدم هم اجازه نداده که داخل ملل متحد، دفتر ملل متحد با اون نام است داخل ملل متحد در نیویورک شود و همچنین پول بودجه و دارایی است که در بانک‌های آمریکا رو کلش منجمد کرده. درست. خب این نشان دهنده عزیز که در جهان امروز دیکتاتوری آقای ترامپ میچله. خانم فرانسیسکا البانا در گزارشی که در آفریقای جنوبی پریروز ارائه کرد تمام از این گزارشات کشید و خوشبختانه ببینید جایگاه دوم عرض کنم براتون. ICC محکمه بین‌المللی حق، محکمه بین‌المللی حق رئیس از آقای کریم هم ایالات متحده آمریکا ممنوع دخول به آمریکا ساخته. با آدم اجازه نمیده که ایالات متحده. این دیکتاتوری جریان داره. موضع‌گیری آقای ترامپ نسبت به ملل متحد، نسبت به مردم جهان و دفاع از اسرائیل همیشه پابرجاست بعد از دریغ. طرح صلحی که ارائه شده یک مقدار به نفع فلسطین بود. خوشبختانه کار صورت گرفت که در جهان اگر فشار جهانی و بین‌المللی نبود شما باور کنید ترامپ کار نمی‌کرد. ترامپ طرحی بود که
غزه در اختیار خود بگیره. بسیار تشکر. خب آقای مفید، حالا بحث از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. صحبت‌هایی از آقای ترامپ در روزهای گذشته در مورد افغانستان و پاکستان هم شنیدیم. حالا بحث را به سمت افغانستان پاکستان هم بیاریم. این که پزشکیان رئیس جمهور ایران هم اعلام آمادگی به خاطر میانجیگری کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به بارها تکرار کرد و گفت که حاضر است و توانایی را دارد تا جنگ تنش‌ها و جنگ میان افغانستان و پاکستان به یک آتش بس دائمی برسانه. فکر میکنین با این وضعیت که مذاکرات شکست خورده میان افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه و در واقع به نتیجه مانده، یک بار دیگر ما به سمت جنگ میریم؟ آیا پای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد خواهد شود؟ مسعود پزشکیان میتونه کاری در این میان بکنه یا خیر؟ یک تئوری به نام پولیتیک دیسترکشن تئوری وجود داره. بله. و این تئوری حکم میکنه که ما باید جهان مسئول ناقی بسازیم. جهان باید مسئول مسائل بسازیم که تا حقایقی در جهان وجود داره او رو مردم در جهان نبینه. درست. طرح آقای ترامپ معمولا روی همین تئوری دور میخوره و پیرو همین اندیشه است متاسفانه. بله. همچنین پاکستان پیرو همین اندیشه است. تمام دشواری‌های مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در پاکستان وجود داره با طرح گوی افغانستان دشمن ماست. در تی تی پی جابجا شده، در به اصطلاح نه تنها تی تی پی را قایم گرفته که یک سازمان دیگه مربوط به جهاد اسلامی رو اون جهاد قرار گرفته، تحریک جهادی جهاد اسلامی رو اون قرار گرفته، گروه شیخ با آقای بهادر قرار گرفته. بله. و همچنان دو سازمان آزادی بخش که در پاکستان از مردم بلوچ وجود داره، تمام اینا رو بهانه گرفته و از مذاکرات برآمد که گویا با طرف امارات اسلامی افغانستان تعهد بده که اینا را از خاک جمعی کشه، گرفتار در اختیار پاکستان قرار بده. با همین مذاکرات روی خط شد. آنچه که آقای پزشکیان فرمودن که میتونم مصاحبه کنم، ولی واقعا ما باید نیاز داریم. بله. امروز در منطقه تشنج اوضاع است. حتی ایالات متحده آمریکا اگرچه تا جایی که برخی از سیاستمداران گمان میزنن، گمانی وجود داره که طرح اصلی تازیش پاکستان طرح ایالات متحده آمریکا است. برای اینکه مسئله بگرام دوباره مطرح ساخت و به دست پای از این ماجرا آمد. بسیار امکان داره که دو ماجرا با هم ارتباط داشته باشند. بله. ولی با هم ما باید آقای پزشکیان دخالت کنه و جز از دو طرف هستن با امارات اسلامی مناسبات داره، هم با پاکستان مناسبات داره. بله. و یک جنگ هم با پاکستان زدن اینا و اول بهترین راه هست که دخالت کنه و بتونه یک راه صلح پیدا کنه. در غیر از تمام گفتمان ها و مذاکرات با بنبست مواجه شده. بله. و دو طرف فعلا از استانبول برآمده. حالا با این وضعیتی که مذاکرات به بنبست خورده، نفس مذاکرات چگونه بررسی میکنین آقای مفید؟ آیا واقعا ما در یک حالت تنش حضور داریم و هستیم؟ این وضعیت تا به کجا خواهد رفت و ما به یک نتیجه مطلوب خواهد رسیدیم یا خیر؟ اوضاع را چگونه بررسی میکنین؟ جنگ دیگر یا موفقیت دیپلماسی؟ چیزی که برای مذاکرات بسیار به طرف تایید ما قرار گرفت آتش بس بود که در قطر بین وزیر دفاع امارات اسلامی آقای ملا یعقوب مجاهد و وزیر دفاع پاکستان آقای قرار گرفت، وزیر دفاع پاکستان قرار گرفت. دقیق. این یک دستاورد خوب بود. جنگ توقف کرد، قطعات خود طرف کشیدن و یک سکوت آمد. اما ادامه از این که مسائل رفع دشواری اقتصادی بود، مسائل خط مرزی دو کشور بود، کشیدن گرفتاری‌های گویا تی تی پی در داخل افغانستان، مسئولیتی که افغانستان باید انجام بده، اینا با بنبست مواجه شدن. بنابراین لازم است که برای که همچنان شما شاهد هستین که در جریان صحبت نماینده قطر و نماینده ترکیه هم گفت که خیتوم اجازه نده که از پاکستان طیارات بی سرنشین یا به اصطلاح پهپادها یا درون ها پرواز کنه افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا را. بله. باز نماینده پاکستان گفته بود که خب از کشور شما پرواز میکنه، از پایگاهی که در قطر از پرواز میکنه، میان از اثر پاکستان تیر میشه، من نمیتونم بگم شما اجازه ندید. بازی گفته بود ما با پاکستان با آمریکا یک توافق داریم. ببینید جریان سیاسی بسیار بغرنج است، بسیار پیچیده است. نقش کشورها باعث نیروهای به اصطلاح حالا آینده را چگونه بررسی میکنین آقای مفید؟ والا آینده راه حل نداره. ما ببینید بهترین راه حل مسئله در این است که این مذاکرات باید ادامه پیدا کنه. روسیه، چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان و ایران باید این 5 کشور با هم بشینن تمام مسائل و دشواری‌هایی را که از دوران استعماری هند برتانوی
در منطقه میراث مونده و اختلاف نظر که بین پاکستان، ایران، هندوستان است، بین افغانستان و پاکستان، افغانستان، ایران، ایران و پاکستان، باید و حتی چین ما داریم بسیار مسائل بین چین و هندوستان و پاکستان هنوز حل نشده. بله. اینا رو باید بشه کشورها حل کنن و راه حل می است که باید در این منطقه یک پیمان جدید فکری، یک توافق جدید فکری ایجاد شود تا تمام دشوارهای منطقه‌ای را هم ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواپولیتیک منطقه را دانه به دانه حل کنه. یک کمیته امنیتی، یک کمیته اقتصادی، یک کمیته سیاسی ایجاد شود و راه حل در اینجا هیچ آدمای غیر مسلکی نباشن. یعنی تمام از اینا باید استادان، دانشمندان و آگاهانی که در این مسائل وارد از شامل باشن بی‌طرف. اگر اینا رو با سیاستمدارا رو داخل کردن، سیاستمدارای وابسته به نیروهای حاکم در منطقه، این هم به نتیجه خورد. بسیار تشکر استاد دکتر حمیدالله مفید، آگاه ارشد روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه امشب ما. سپاس شما، قربان لطف میرتان. سپاس. و ادامه خبرها. پس از شکست مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با وزیر امور داخلی پاکستان گفته که آماده میانجیگری میان این دو کشور است. با آنکه عطاالله طرار وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان در صفحه اکس خود مذاکرات را به نتیجه اعلام کرده، اما سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در دیدار با معاون وزارت داخلی افغانستان در ایران گفته که اختلافات در هر خانواده وجود دارد و بر حل مسائل میان افغانستان و پاکستان از راه گفتگو تأکید کرده است. سعدالدین حکیمی، جزئیات بیشتر. مذاکرات میان کابل و اسلام آباد در استانبول متوقف شد و به تازگی وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان گفت این مذاکرات به نتیجه بوده است. حالا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو آمادگی تهران را بر حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان اعلام کرده است. به نقل از گزارش خبرگزاری ایرنا، پزشکیان با تاکید بر لزوم پرهیز از درگیری میان کشورهای مسلمان گفته است که باید برای کاهش تنش‌ها تلاش کرد. در همین حال سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان نیز در نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو با محمد ابراهیم صدر معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی امارات اسلامی دیدار کرده و در پاسخ به یک خبرنگار ایرانی گفته است که اختلافات در هر خانواده وجود دارد و ما این مسائل را از طریق گفتگوها حل می‌کنیم. پاکستان دوره‌های بیشماری از مذاکرات و گفتگوها را با امارت اسلامی افغانستان برگزار کرده است، اما متاسفانه آنها همیشه نسبت به ضررهای پاکستان بی‌تفاوت بودند. متاسفانه پس از تحمل چندین تلفات عظیم انسانی و مادی به مدت 4 سال طولانی، صبر پاکستان به پایان رسیده است. از سوی هم عطاالله طرار وزیر اطلاعات فرهنگ پاکستان با پست در صفحه اکس خود گفته است که پاکستان دوره‌های بیشماری از مذاکرات و گفتگوها را با امارت اسلامی افغانستان برگزار کرده است، اما متاسفانه آنها همیشه نسبت به ضررهای پاکستان بی‌تفاوت بودند. متاسفانه پس از تحمل چندین تلفات عظیم انسانی و مادی به مدت 4 سال طولانی، صبر پاکستان به پایان رسیده است. در همین حال محمد اشرف متقی آمر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در یک برنامه گفته است که توقف نشست استانبول ترکیه به مفهوم این است که پاکستان نمی‌خواهد افغانستان پیشرفت کند. دغه اوسنی مذاکرات چې موږ او تاسو یې ښه په سترګو باندې وینو په ترکیه کې، انقره کې، استانبول په ښار کې چې کوم مذاکرات د موږ د افغانستان د اسلامي امارت ټیم او د مقابل ټیم چې هغوی ورسره ناست وو، د ناکامۍ معنا یې ده چې هغوی ونه توانېدل چې د افغانستان د اسلامي امارات د مذاکراتي ټیم سره هغوی خبرې وکړي. آقای متقی همچنان فراگیری علوم عصری را در کنار علوم دینی از نیازهای اساسی در زمان کنونی دانست و گفت برای مقابله با کشورها باید در علوم عصری نیز دستاوردهای زیاده داشته باشیم. عصري تعلیم او دینی تعلیم، ساينس، ټکنالوژي چې دغه پروګرام هم د ټکنالوژي په مناسبت باندې جوړ شوی دی، د ټولو ته ضرورت ده او دا به څوک کوي؟ دا ما او تابع کوو. د ما خصوصا د استادانو د داخله ده چې دغه بچي مور او پلار تا ته حواله کړي دي، دلته یې راوستي دي. دوی 2 پلرونه لري، یو خپل نسبی پلار چې په کور کې پاتې ده، په دکانداري کې پاتې ده، په تجارت کې پاتې ده، په یو بل وظیفه کې پاتې ده.
با این حال عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین افغانستان در پاکستان نیز گفته که پاکستان اگر واقعا راه حل مسائل میان دو کشور را گفتگو می‌داند پس باید افراد شایسته را به مذاکرات انتخاب کند و واقعیت مشکلات میان دو طرف را بپذیرد. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.